با $2 غذا درست کنم. اینم نه هر غذایی، با غذای درست کنم که مطمئن باشم تا حالا کسی درست نکرده و خودم سازندش شدم. برای که چالشمونم جالب تر بشه تصمیم گرفتم که این غذا رو بدون گاز درست کنم. آقا آدم خریدمون رو بکنم و با $2 انشالله برم اونجا ایده بیاد مردم. آقا ما وارد سوپرمارکت شدم و سوپرمارکت فروش برم خریدم بکنم. ساندویچ سردرنگ بدم. چی فکرش کردم با $2 رو دم میشه 170-80 حسابش بیا مرغ و اینا بخری خوردن. یه ساندویچ آمده میخری 80 تومن. خب سوسیس یک دونه سوسیس برداشته که به این مرغمون بزنه ترکیب ساندویچ. جانم آها سوسیس ها انداختم. آقا برم برای نوشیدن دونه از اسپریتو برداشتم. یه گفتم غذا نباید کسی تا حالا درستش کرده باشه، این نوشیدن خوبشه. خونم سیر خرید داشت و ما چیزایی که قرار بود با $2 رو بخرم و خریدم بریم غذا خوشمزه به تو درست کنم. آقا خریدم رو کرده حالا دادم برم خونه تا درست کنم. آقا ما خرید اونا کردیم با $2 رو برم غذا رو درست کنم. عجب سوسی همش میشد. Tecnologia. همونجور که گفتم غذا رو ما نباید از کسی کپی کنه. نوشیدنی که میشه میخوام اینه بود که بنده خود اسپریت هم داشت توش نپتومه کرد. میخوام درست کنم. چای نپتون اوه میشورم بابا. آقا این بره تا 10 دقیقه بعد 10 دقیقه بیشتر شد 15-20 دقیقه نوشیدن اون رنگش تغییر کرد و برم برا خوردنش. رنگ دل استر گرفت. خیلی کم مزه چای بشه بیشتر رنگ گرفت. آقا این هم غذامونو ببینید چی کار کردم با $2. بسم الله الرحمن الرحیم.
ویدر اشک بیا اینجا چیزی بخور. بشین ولی کل حمید آقا ما هستم تست دارم بفهم حمید آقا تست کنه. یک تاده که تا اینجا ویدیو همراه ما بوده سابسکرایب کنه لایک کنه که کامنت مش جنبه ما بذاره. دمتون گرم. خداحافظ.